امروز دشمنان اسلام از کجا جرأت پیدا کردن که به ساحات مقدس منجی عالم بشریت، به اون گوهر پاک، به اون جسمی که فرمود انا من نور الله والخلق من نوری، من از نور خدایم و خلق از نور من است. برایشان کی جرأت داده است؟ امروز باید امت اسلام برای تمام جهانیان نشان بدهند که ما به واقعیت پیرو محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشیم. مهر جهالت حک شده بر روی دلهای شما، کابوس تلخی بیش نیست این خواب و رؤیای شما، این خواب و رؤیای شما. کوری چشمان شما یادش همیشه باقی است، شب‌هایتان تار و سیاه، شب‌های ما مهتابی است، شب‌های ما مهتابی است. نور محمد تا ابد روشنگر راه من است، در روز خورشید منو، هنگام شب ماه من است، هنگام شب ماه